سلام به همراه‌های همیشگی قانونک. امروز می‌خوایم در مورد 4 تا از دعواهای مهم در حقوق با هم صحبت کنیم. دعواهایی که اکثرا یا بیشترتون درگیرش هستید. دعوای خلع، دعوای استرداد ید، دعوای استرداد و دعوای ممانعت از حق. خیلی وقتا اینا رو با هم قاطی می‌کنید ولی هر کدومش یه شرایط و معنای خودشو داره. اول از همه میریم سراغ دعوای خلع. خلعیت یعنی چی؟ یعنی اینکه یک کسی ملک شما رو غصب میکنه. حالا غصب کردن یعنی چی؟ یعنی بدون اجازه شما، بدون هیچ قراردادی اومده و ملک شما رو تصرف کرده. مثل اینکه شما یه سند رسمی زمین کشاورزی دارید ولی یکی دیگه میاد جای شما میره اونجا کشاورزی میکنه. نکته طلایی برای خلعیت حتما باید در نظر داشته باشین که سند رسمی مالکیت باید داشته باشین وگرنه نمیتونید این دعوا رو ببرید جلو. استرداد ید یا همون تخلیه ید، فرقش با خلعیت اینه که شما اولش به طرف اجازه دادین، یعنی طرف با اجازه شما وارد ملکتون شده مثل مستاجر، ولی وقتی که قراردادش تموم میشه اونو تخلیه نمیکنه. اینجا دیگه غاصب حساب نمیشه چون اول با رضایت شما اومده. پس شما باید دعوای استرداد ید یا تخلیه ید رو به کار ببرید و استفاده کنید. و اما دعوای استرداد فرقش اینه که با دعوای استرداد ید اینه که استرداد ید مخصوص مال غیر منقوله ولی دعوای استرداد خالی شامل هر مالی میشه. ولی اینم در نظر داشته باشین که این هم با رضایت شما بوده، یعنی شما یه چیزی رو به یه فردی میدید با رضایت.